سلام دوستان، من سحرم، کارشناس پرستاری و علاقه‌مند و پژوهشگر در حوزه سلامتی و زیبایی. اگه شما هم جز افرادی هستید که آسپرین مصرف میکنید یا جز کسایی هستید که معتقدید با افزایش سن باید برای جلوگیری از سکته قلبی و مغزی آسپرین بخورید، این ویدیو برای شماست. در این ویدیو در مورد اینکه اصلا آسپرین چیه، عوارض و فواید آسپرین چیه صحبت میکنیم و جایگزین‌های طبیعی اون رو براتون میگیم. یادتون باشه که هرگز نباید این روش‌های درمانی طبیعی رو به جای داروهای تجویزی رقیق کننده خون یا همراه با داروهای تجویزی بدون صحبت و مشورت با پزشکتون مصرف کنید. آسپرین در دوزهای مختلف برای درمانهای مختلفی استفاده میشه که در دوز بالا یا های دوز در تب روماتیسمی، آرتریت روماتیسمی یا همون التهاب مفاصل استفاده میشه. در بعضی از موارد از آسپرین برای جلوگیری از دردهای مزمن مثل میگرن و برای جلوگیری از تبم استفاده میشه. اما در دوزهای پایین آسپرین برای جلوگیری از تشکیل لخته خون و جلوگیری از سکته قلبی و مغزی که اکثر افراد جامعه هم آسپرین رو با همین دوز کاربرد میشناسن. اما آسپرین یه سری عوارض جانبی هم داره که مهمترین عارضه آسپرین خونریزی گوارشی و ایجاد مشکلات تنفسی، بخصوص در افرادی که دچار آسمن، که این میتونه تهدید کننده باشه برای سلامتی افراد. پس در صورت مصرف آسپرین و داشتن عوارض اون در سریع ترین زمان ممکن خودتون رو به بیمارستان برسونید. اما با این حال اگه پزشک شما براتون آسپرین تجویز کرده و شما در خطر سکته قلبی مغزی هستین، یادتون باشه که نمیتونین اون رو به طور خودسرانه قطع کنید، چرا که پزشکتون حتما سود بر زیان دارو رو برای شما در نظر گرفته و اون دارو رو برای شما تجویز کرده. اما افراد عادی میتونن با خوردن بعضی از مواد طبیعی که در ادامه میگیم از لخته شدن خونشون جلوگیری کنن و خطرات سکته قلبی و مغزی رو به حداقل اون برسونن. ممنون میشم همین الان با زدن دکمه سابسکرایب، لایک کردن و کامنت گذاشتن باعث بشید که این ویدیو به دست کسایی برسه که به اون نیاز مبرم دارن. اولین ماده‌ای که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم زردچوبه است که مطابق با یه مطالعه در سال 2012 یکی از اصلی ترین ترکیباتش کرکومینه که به عنوان یه ماده ضد انعقاد عمل میکنه. دومین اون زنجبیله. ببینید زنجبیل حاوی سالسیلاته که یه ماده شیمیایی طبیعیه که تو بسیاری از گیاهان هم میتونید اونو پیدا کنید. استیل سالسیلیک اسید که از سالسیلات گرفته شده معمولا آسپرین نامیده میشه، میتونه به جلوگیری از سکته و حمله قلبی کمک کنه. پس غذاهای حاوی سالسیلات مثل آووکادو، برخی توتها، فلفل قرمز، آلبالو و گیلاس هم میتونن از لخته شدن خون جلوگیری کنن. ماده بعدیمون دارچینه. ببینید دارچین حاوی کومارینه که یه ماده شیمیایی که در برخی داروها به عنوان یه ضد انعقاد قوی عمل میکنه. دارچین همچنین میتونه فشار خون شما رو پایین بیاره و التهاب ناشی از آرتروز و سایر بیماری های التهابی رو تسکین بده. با این حال وقتی داریم از دارچین استفاده میکنیم به عنوان داروی رقیق کننده خون باید احتیاط کنیم. چرا؟ چون یه ارزیابی ریسک در سال 2012 نشون داده که مصرف دارچین در طولانی مدت در غذاها باعث آسیب به کبد میشه. ماده بعدی سیره. ببینید یه تحقیقاتی گزارش داده که پودر سیر باعث فعالیت ضد انعقادی در بدن میشه. اما چند تا بررسی دیگه و مطالعات نشون داده در مورد خود سیر که میتونه خود سیر هم خون رو رقیق کنه، البته اثراتش کم و کوتاه مدته. ببینید ماده بعدی ویتامین ای هستش. یه گزارشاتی ثابت کرده که ویتامین ای یه ضد انعقاد ملایمه، اگرچه احتمال داره که ما برای اینکه خاصیت ضد انعقادی اون رو فعال کنیم بیشتر از 400 واحد بین‌المللی در روز به اون نیاز داشته باشیم.
مصرف مقادیر زیاد مکمل ویتامین ای به طور طولانی مدت میتونه یه سری اثرات منفی داشته باشه. پس بهتره دریافت ویتامین ها از غذاها رو داشته باشیم که یه گزینه بهتر و سالم تریه. برخی مواد غذایی حاوی ویتامین ای هم مثل بادام، روغن آفتابگردان، تخمه آفتابگردان و غلات کامل. ماده بعدی عصاره هسته انگوره. ببینید عصاره هسته انگور میتونه به عنوان یه ماده رقیق کننده طبیعی خون عمل کنه. به این دلیل که به دلیل این تاثیراتش مرکز ملی پزشکی مکمل و جایگزین آمریکا توصیه میکنه که افرادی که اختلال خونی دارن و کسایی که دارن داروی رقیق کننده خون مصرف میکنن و افرادی که قصد دارن یه عمل جراحی انجام بدن از عصاره هسته انگور استفاده نکنن. رقیق کننده های طبیعی خون ماده بعدی که میخوام بهتون بگم برومولین یه آنزیمیه که در آناناس یافت میشه و میتونه یه داروی مؤثر برای بیماری های قلبی و عروقی باشه. فشار خون رو هم میتونه کاهش بده. تحقیقات نشون میدن که این ماده میتونه خون رو رقیق کنه و تشکیل لخته خون رو هم کاهش بده. این آنزیم همچنین یه خواص ضد التهابی هم داره. ماده بعدی ماهی سالمونه. ببینید غذاهای سرشار از اسید چرب امگا 3 مثل ماهی سالمون یا تون از بهترین غذاهای رقیق کننده خونن. اسیدهای چرب امگا 3 به کاهش سطح کلسترول در بدن کمک میکنن و احتمال لخته شدن خون رو هم پایین میارن. ممنونم که با لایک کردن، کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن کانال باعث بیشتر دیده شدن این ویدیو میشید. ببینید ماده بعدی بادامه. بادام ها معمولا ترد و خوشمزن و یکی از عالی ترین منابع ویتامین ای هستند. ویتامین ای خاصیت ضد لخته شدن داره و میتونه به عنوان یه رقیق کننده خون عمل کنه. ماده بعدی روغن زیتونه. ببینید روغن زیتون یکی از سالم ترین روغن های جهانه. آنتی اکسیدان هایی داره که با رادیکال های آزاد و التهاب مقابله میکنه و به نوبه خود به رقیق شدن خون هم کمک میکنه. ماده بعدی چای بابونه است. چای بابونه یکی دیگه از رقیق کننده های طبیعی خونه که نسبتاً هم بی خطره. اما اگه دارید داروی رقیق کننده خون استفاده میکنید بهتره که از نوشیدن مقادیر زیاد چای بابونه هم پرهیز کنید. ماده بعدی انگور، کشمش و آلو خشک. ببینید آسپرین معمولا برای رقیق تر شدن خون تدریس میشه. یکی از اجزای موجود در آسپرین سالسیلاته که این ترکیب در انگور، کشمش و آلو هم وجود داره. این میوه ها برای رقیق شدن خون خیلی مناسبن. ماده بعدی انواع توت و اناره. ببینید توت ها آنتی اکسیدان هایی دارن که از التهاب جلوگیری میکنن و با رادیکال های آزاد هم مقابله میکنن و باعث بهبود جریان خون میشن. انار هم یه میوه دیگه است که برای خون مفیده. ماده بعدی چهارمغز یا گردو. ببینید چهارمغز یا گردو هم حاوی اسیدهای چرب یا امگا 3 است که به کاهش کلسترول و رقیق شدن خون کمک میکنه. و سبزیجات برگسبز ماده بعدی هستند. ببینید سبزیجات برگسبز دارای ویتامین ای هستند که همونطور که قبلا گفتیم ویتامین ای میتونه به رقیق شدن خون کمک کنه. ممنون از اینکه این ویدیو رو تا آخر دیدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید و با لایک کردن و گذاشتن کامنت به بیشتر دیده شدن این ویدیو کمک کنید.